فرمول محاسبه نت‌های نقطه‌دار. من این روش رو توضیح میدم برای اینکه شاید حالا دونستنش برای شما جالب باشه و ازش بخواید استفاده بکنید. و همونطور هم که قبلا توضیح دادم شما میتونید از طریق پلاگین HDelay شما میتونید این محاسبات رو اونجا نگاه بکنید. برای نت‌های نقطه‌دار تمپوی پروژه رو در عدد 60000 تقسیم میکنیم و به نت سیاه میرسیم. و برای به دست آوردن نت نقطه‌دار باید نصف نت سیاه رو بهش اضافه بکنیم تا به نت نقطه‌دار برسیم. به عنوان مثال اینجا تمپوی پروژه رو اگر 120 در نظر بگیریم 60000 تقسیم بر 120 میشه 500 میلی ثانیه. نصف 500 میلی ثانیه که 250 میشه بهش اضافه بکنیم میشه 750 میلی ثانیه که یک نت سیاه نقطه‌دار میشه که 500 میلی ثانیه میشه نت سیاه، 250 میشه نت چنگ و جمع این دوتا با هم دیگه میشود نت سیاه نقطه‌دار. در این مثال میخوام با استفاده از نت‌های نقطه‌دار صداهایی که داریم، حالا اینجا لید وکال و پیانو هست، با استفاده از نت‌های نقطه‌دار من این صداها رو پردازش بکنم. خب اول تمپوی پروژه 80 هست. من بخوام نت سیاه رو به دست بیارم اینجا 60000 رو تقسیم بر تمپوی پروژه میکنم و عددی که به دست میاد میشه 750 میلی ثانیه. یعنی نت سیاه ما در این پروژه زمانش بر حسب میلی ثانیه 750 میلی ثانیه هست. ولی من قصد دارم که از نت سفید نقطه‌دار استفاده بکنم. برای این کار اول خود نت سفید رو پیدا میکنیم. خب اگر من 750 رو 2 برابر بکنم میرسم به نت سفید. یعنی نت سفید میشه 1.5 ثانیه یا 1500 میلی ثانیه. و اگر بخوام به سفید نقطه‌دار برسم باید نصف 1500 میلی ثانیه که همون نت سیاه میشد و بهش اضافه بکنم. پس 1500 میلی ثانیه رو بهش اضافه کردم. عددی که به دست اومد مساوی میشه با نت سفید نقطه‌دار. یعنی نت سفید نقطه‌دار ما 2250 میلی ثانیه زمانش هست. خب حالا میخوام ببینیم با استفاده از این عدد ما چه کارهایی میتونیم انجام بدیم و این عدد کجاها به درد ما میخوره. قبل از پردازش سوالی که پیش میاد چرا نت سفید نقطه‌دار؟ اساساً موسیقی مثل ادبیات دارای جمله بندی هستش. اینجا اگر شما لاین وکال رو نگاه بکنید در یک میزان اولین جمله یا عبارت ما تموم میشه. پس من نت سفید نقطه‌دار رو انتخاب کردم که هر پروسسی که انجام میدم تا ضرب 4 پروسسش تموم بشه. خب برای اینکه حالا ویدیو طولانی نشه من از قبل این پروسس رو انجام دادم و اینجا توضیحاتش رو میدم. کاری که ما اینجا انجام میدیم اینه که برای صدای ریورب طراحی بکنیم بر اساس همون عددی که به دست آوردیم. سفید نقطه‌دار زمانش میشد 2 ثانیه و 22 میلی ثانیه که من اینجا این عدد رو وارد کردم. پیری دیلی به این صورت هستش که شما ریورب رو با تأخیر به صدای اصلیتون اضافه میکنید و معمولاً کمترین زمان نوت رو میتونید واسش در نظر بگیرید. پروسه بعدی سایت چین کردن صدای ریورب هست برای وکال که من اینجا از کمپرسور استفاده کردم و ریلیز کمپرسور رو همون عدد سفید نقطه‌دار قرار دادم. اول بریم صدای بدون افکت وکال رو گوش بکنیم و بعد با افکتایی که بهش دادیم. I'm sitting lonely, I got nobody. I'm sitting lonely, I got nobody. افکت دیگه‌ای که به این وکال اضافه کردم بر مبنای اعداد یا نوت ها استفاده از دیلی هست. دیلی رو من اینجا بر مبنای نوت سیاه در نظر گرفتم که نوت سیاه زمانش میشد 750 میلی ثانیه و استفاده از یک کمپرسور برای سایت چین کردن دیلی. برای سایت چین دیلی
ریلیز کمپرسور رو من رو عدد 1500 میلی ثانیه گذاشتم که 1500 میلی ثانیه همون نوت سفید میشد یا عدد 1/2. زمانی که من دیلی رو سایت چین میکنم، کمپرسور دیلی رو شروع میکنه به کم کردن و بعد از پایان این 1500 میلی ثانیه صدا رو رها میکنه و حالا اینجا گوش میکنیم. I'm sitting lonely. I got nobody. I'm sitting lonely. I got nobody. Keeping me company. I'm stuck in my mind. Remember. بله، همونطور که گوش کردین ما با استفاده از اعدادی که به دست آوردیم در ریلیز کمپرسور، در دیلی و در ریورب استفاده کردیم.